کنم. سلام. خب من دارم گوشت شکره به این حالت سرخ میکنم. سیب زمینی، قبلش پیاز، یکم سیر. بعد گفتم براتون بچه‌ها لایو بذارم. چطوری؟ خوش میگذره؟ روز خوبی داشتید تا حالا؟ امیدوارم همه چی براتون عالی تا حالا پیش رفته و عالی ترم جلو بره. حس خوب بفرست بهت خوب برگرده. همیشه همینه، هر چی بدی همونو از همون جنس بیشتر جهان هستی بهت برمیگردونه. درسته؟ این سیب زمینی ها چسبیده. بعد آشپزی با نازنین و همراه من هستید و صحبت‌های خودمونی، صحبت‌های روزمره، از حال و هواتون بگیم بچه ها. خوش میگذره؟ چی نوشتی؟ دلت گرفته؟ الناز بود چی بود؟ ببین دل همه میگیره، دل کی نمیگیره؟ دل باید بگیره، باید باز بشه، خوشحال باشی، ناراحت بشی. زندگی همینه دیگه. سخت نگیر عزیزم. یه آشیه، همه داریم مثل هم میخوریم. یه روز دل یکی میگیره، یه روز اون یکی دلش نمیگیره، میره عروسی، اون یکی نمیدونم عزیز از دست میده، اون یکی نمیدونم مریض میشه. همینه، همینجوری میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. سیستم زندگی. یاد بگیر که چنگال گابل میگن تو آلمان بهش. یاد بگیر که چیز نکنی، سخت نگیری و این اصل زندگیه. نوشته معلم نه بابا، من خودمم شاگردم عزیز دلم. من خودمم نه واقعا اینا رو خب بالاخره به مرور آدم میفهمه دیگه که دنبال آرامش بخوای همش باشی مقاومت زندگی بالاه. یعنی چی؟ بچه این نورش خیلی بده نه؟ بدتر شد؟ بیارمتون نزدیک. مقاومت زندگی بالاه، یعنی تو نباید بجنگی، باید بپذیری. مثلا اگه هوای آلمان همش بارونه، نباید بگی که وای چرا همش هوا بارونه، چرا نمیدونم هوا سرده. حالا هر کسی به یه نوعی، هر کسی هر جایی هست به یه نوعی. بخوای مقاومت کنی، شکایت کنی، مقاومتش میره بیشتر میشه براتون. نه موام نمیریزه، نگران نباشید توی قلبای من حواسم. خب مقاومت تو از این طرف مقاومت نده که از اون طرف مقاومت بیشتر دریافت کنی. چرا؟ چون هر چیزی از جنس خودش بدی از همون جنس دریافت میکنی. اگه بخوای شکایت کنی هوا چرا اینجوری، امروز چرا بارونه، فردا چرا برفه، هوا چرا سرده، تابستون چرا کوتاهه. حالا مثلا این برای زندگی آلمان، حالا هر مشکلی که هست، ایران چرا گرونیه، چرا تورمه، میدونید منظورمو دیگه. از همون جنس بیشتر میگیری. یعنی مقاومت رو تو میری توی سیستم مقاومتی. سیستم رو عوض کن، بازی رو عوض کن. بگو چه خوب، قدرت من بیرونم نیست. اگر بارونیه اگال به قول آلمانیا اصلا هیچ چیزیم نمیشه. مهم اینه که همینجا که تو خونه هستم، حتی اگه سنگ بباره 4 تا شمع روشن کنم، موزیک باحال بذارم، کافیمو دستم بگیرم، آشپزی کنم، با بچه‌هام کیک پزی کنم، تو خونه نمیدونم این کارو کنم، پاشم با ماشین. خدا رو شکر که خونه دارم، خدا رو شکر که ماشین دارم، خدا رو شکر بچه‌هام هستن. ببین هر چیزی تو هر شرایطی بازی رو عوض میکنی. شکر از اون جنس میگیری. این شد تمام. دارم چیز درست میکنم عزیزم. همینی که میبینی دیگه، خیلی حرفه‌ایه. میبینی خیلی سخته. نه بابا یه غذای الکی پلکی هر دنبیلیه. همین غذای خودمونی دیگه، بچه هم دوست دارن.
همونجور که ملاحظه میکنید گوشت کرده و از این جور چیزا و بعد ربم که زدیم همه با هم جدا جدا. وقت نداریم و وقت خیلی با ارزشه. آشپزی خوبه، حس خوب و مثبت میده، ولی به اندازه، نه 1000 ساعت بالا سرش وایسی 200 تا قابلمه کثیف کنی که نم سیب زمینی رو تو این سرخ کنم، حالا گوشت رو جدا تو این سرخ کنم. ول کن بابا، بریز بره حالش رو ببر. امروز خیلی فایده چیز گرفتم، نه؟ ضد ضربه شدیم میگه. آره یاد بگیر ضد ضربه باشی به قول این دوستمون. زندگی همینه بابا، نشین قصه بخور بابا، همه داریم یه آشیو میخوریم، دشواری نداره. دشواری رو فراموش کن، دشواری رو بازی رو عوض کن، زرنگ باش، قصه بخور، قصه بخور، به قصه میام، خوشحال باش بابا. الان یه چیزی نوشته نمیدونم دیگه، نمیشه بگم چی کلک بازی درات، چند تا نقطه کلک بازی فهمیدین؟ آره همین دوستمون که نوشت خودش اصل زندگیه. ببینید شاعر میگه عاقل‌تر از آنم که دیوانه نباشم. میدونید یعنی چی؟ یعنی همینایی که من گفتم. آره عزیزم، غمو ولش کن. همیشه غم هست، بخوای غم قصه بخوری همیشه این قصه وجود داره تا دلت بخواد سر هر چیزی برات میاد. خب ما به این حالت پیش دستی رو میاریم، میذاریم اینجا. گوجهش یه دونه دیگه هم بذار خوب کنن، آب بندازه خوشمزه تر بشه. قبول دارید یا نه؟ یه گوجه دیگه دوستان میریزیم، خورد میکنیم. حس میکنم گوجه بیشتر بهتره و رب کم دیگه، چون با برنجه. بعد چی نوشته؟ حواسم بهتون هست. امروز هوا مثل همیشه است دیگه. آلمان چجوری؟ اکثرا همون جوری. نه ولی بارون نمیاد. بارون نمیاد. بذار بریم آخرش هوا رو بهتون نشون میدم. موافقین؟ میبرمتون دم در تراس حیاط ببینید هوا چجوریه. بعدش باید برم جایی. امروز خونه بودم، گفتم آشپزی میخوام بکنم با شما، یه صحبتی هم با هم بکنیم، ببینم چی کارا میکنید. بچه ها بیاید یوتیوب، من اینجا لایو رو که سیو میکنم اون برم جدیدن دارم میذارم، بیاید خوشحال میشین. خب اینو اینطوری میریزیم، یه آب میزنیم. خب اینم از این، ببینم چی گفتی به قول یه ذره برای خودش. آره من باشگاه گاهی گداری میرم. یه مدت که هوا گرم بود خیلی باحال بود. الان ساعت چنده؟ الان یه مدت سرد شده هوا، دیگه سخت نمیگیریم دیگه. هر موقع حسش بود میرم، هر موقع که وقتشو داشتم حسشم بود، چون سرد شده راستش یکم نمیدونم، یکم گرم میشه خیلی باحال‌تر. آره دیگه بهارم نزدیکه. تو آلمان بهار خیلی باحاله. تولد متیلدا هم ماه مایه، یعنی ماه اردیبهشته. رادین هم آذره، یعنی نوامبر. متیلدا نزدیکه، 5 سالش میشه دخترم. خب بچه ها اینم از این دیگه. چی کار میخواستم بکنم؟ جمع جور کنم این ربه رو بندازیم بیرون. بهتون نشون داده بودم ربه اینجا رو. بریم هوا رو بهتون نشون بدم. بایستا اینجوری بریم. هوا رو ببینید.
بچه ها ببخشید من تلفنم زنگ خورد. هوا رو ببینید. گفتم هوا رو بهتون نشون بدم. دیشب تا صبح بارون می اومد، بعد دیگه خودم هم ببینید نازنینم ببینید. الان اینجا یه دونه چیز میخواد، چایی یا یه کافی. بریم تو یخ نکنیم. هوا خوبه ولی خب با لباس درست دیگه، نه لباس خونه. بریم ببینیم غذامون در چه حاله. خب من الان باید یه برنج درست کنم. وایسا. آره حیات داره، خوبه دیگه. تابستونا بهتره. تابستونا خب خیلی میشه استفاده کرد. استخ بذارید. مرسی عزیزم. چی بود اسمت؟ رفتی بالا. سن یه عدده بابا، بی خیال. سن یه عدده. نه بچه ها اینجا خیلی جالبه آلمان، اینو بگم. مثلا توی ایران به آدم 65 سال به بالا دیگه مثلا میگن پیر شده یا مثلا سنی ازش گذشته. اینجا اصلا اینجوری نیست. یعنی 65 جوون حساب میشه، خوشحال. طرف 90 سالشه، یعنی نمیتونه راه بره با این رولاتوها، چی میگن از اینایی که اینجور چرخ داره تو خیابون، نمیتونه راه بره ولی رانندگی میکنن. بعد مثلا اینکه پارتنر عوض کنن، اینکه مثلا لذت ببرن از زندگی، واقعا ایناشون خیلی خوبه. اصلا سن و سال نداره. و رنج سنی پیر مثلا واقعا بگم بهتون 80 سال به بالا پیره. بعد تازه پیری که حق هر کار و زندگی و اینا هم داره. ولی خب از نظر سنی، از نظر بدنی مثلا تو آلمان میگن خب مثلا پیر آلته، ولی خب آلتیه که هر کاری هم دوست داره میتونه انجام بده. ولی تو ایران مثلا من یادم بیاد میگفتن زنم و فلانی اصلا پیر شده و من عکساشو نگاه میکنم فکر کردم خیلی پیره، یعنی همه میگفتن. میگم که جوونه، اون موقع چرا به این بیچاره بنده خدا میگفتن پیر؟ یعنی اگه آلمان تو این سن بود جوون حساب میشد. خب بچه ها من برم، باشه برم و برنج درست کنم و کارا رو بکنم و دیگه. آره امروز خونه بودم. پنجشنبه. قربونتون، دوستتون دارم. مرسی تا اینجا با من بودید و تو لایو بعدی میبینمتون بچه ها. بیایید یوتیوب. دوستتون دارم دیگه همین دیگه. خدافظ. بای بای.